درود به همه رفقای نازنینم. به چنل نابتن خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ سلطان یوتیوب، کسی که ویدیوهاش میلیاردی بازدید میگیره و اون کسی نیست جز مستر بیست. این یارو فقط یه یوتیوبر معمولی نیست، یه کارخونه ایده است، چون کارایی میکنه که حتی توی خوابم نمیتونی تصورش کنی. از دادن پول نقد به غریبه ها گرفته تا خرید جزیره و بازسازی سریال های معروف. توی این ویدیو 10 تا از گرونترین چالش هایی که مستر بیست ساخته رو بهتون نشون میدم. پس اگه آماده اید بریم که پر انرژی شروع کنیم. توی این چالش مستر بیست 2 نفر رو آورده که در ازای $500,000 باید 100 روز توی زندان بمونن و به هیچ عنوان نباید از محوطه زندان خارج بشن. نکته جالبش اینجاست که یکیشون افسر پلیسه و اون یکی واقعا خلافکار بوده که باید 100 روز کنار هم بگذرونن. اونا در روز 3 وعده غذایی میتونن بخورن، 10 شب بخوابن و 6 صبح بیدار بشن. یه افسر پلیس و یه خلافکاری که قبلا تجربه زندونی شدن رو داره باید 100 روز زیر یه سقف با هم زندگی کنن تا برنده $500,000 پول بشن و اگه هر کی نتونه این 100 روز رو تحمل کنه حذف میشه و از پول خبری نیست. ولی داستان به این راحتی ها هم نیست، چون مستر بیست چالش های متفاوتی واسهشون چیده که باید یه جوری با هم کنار بیان. ویدیو کامل این چالش رو میتونید از طریق لینک موجود در دیسکریپشن تماشا کنید.